مردم را به عظمت عاشورا آشنا کنید. سید الشهدا را اونچنان که در بیان رسول خدا هست به مردم معرفی کنید تا یک عده عوام نگن اینها افراط در عزادارید. اون چه مردم انجام بدن همه تفریطه. این عزا افراط نداره. فقیه میرزای نائینی، میرزا کیه؟ رساله لباس مشکوک میرزا را اساطین فقها کلمه به کلمه روش کار میکنن. نص فتوای او اینه که برای حسین ابن علی اگر بزنن به سینه زنجیر تیغ خون بیاید هیچ اشکال نداره. فقیه اینه. عظمت مصیبت اینه کسی که بکا علیه ما یرا و ما لا یرا، زنجیر زدن به پشت من و تو سیاه بشه، کجا به گرد این مصیبت میرسه؟